سلام علیکم، حالتون چطور؟ من حسامم و خیلی خوش اومدیم به ویدیو دیگه. ببخشید بابت گرفتگی صدا. امروز قراره با همدیگه به سوالای مصاحبه پویاخانی جواب بدیم. که بچه‌ها تلگرام ازم خواست که این کار انجام بدم، منم واسه این دارم انجامش میدم. اول اینکه خودم معرفی کنم، حسامم، الگوریتم حاسب دانشگاه تهران میخونم، کنکور 1403 رو دادم، بک‌گراندم کامپیوتری بوده، دانشگاه رازی کرمانشاه بودم. معدل اون دورانم هم 15 و 70 ایناست. معدل خیلی افتضاح. البته دانشگاه خیلی افتضاح، نرید اونجا، دانشگاه آزاد شهر خودتون برید اونجا، نرید. خب بریم سراغ سوالا. هدف از ارشد خوندن. حقیقتا من یه تایمی رفتم کار کردم، یکم دنبال استارتاپ بودم و خیلی تلاش میکردم که تو بازار کار خیلی اوکی بشم، استارتاپ خودم رو داشته باشم، کارهای مدلی. و دیدم که یه جای کار میلنگه. کجای کار؟ اینجای کار که سقف آرزوها توی اون کار محدوده. یعنی من تهش میخوام بگم چی بشه، مثلا بشم یه کارمند خوب، بشم یه برنامه‌نویس خوب، بشم یه مالک 2 تا استارتاپ و اینو تهش برام محدود بود. ولی خب اینجا اینجوری نیست. اینجا میتونم کار آکادمیک انجام بدم، مقاله بنویسم، علمو یه کوچولو اگه بتونم جلو ببرم و یه کمک‌های بزرگتری به آدم انجام بدم. یعنی هدف من این بود. من با این دید اومدم ارشد رو شروع کردم که بتونم سقف آرزوی بزرگتر داشته باشم و هیچ وقت برای راه انداختن استارتاپ و کار کردن و چه میدونم رفتن تو دیجیکالا مشغول کار شدن و اینا دیر نیست. من همیشه میتونم برم یه کورس بگذرونم 6 ماه، یه سال، چه میدونم بود کمپ برم. خیلی از دوستان کرمانشاه بودن، رفتم بود کمپ گو مثلا، بعد رفته اجازه سر کار، مثلا رفته بود کمپ چه میدونم پایتون، رفته اجازه سر کار. این کارو میشه کرد، هیچ وقت واسه اینا دیر نیست. و من 2 سال میخوام سرمایه‌گذاری کنم روی آکادمیک، چیزی که شاید بخشی از وجودم بهش نیاز داشته همیشه. و اگه این شد نشدم که برمیگردم رو مسیر قبلی خودم. مدت زمان مطالعه، زمان شروع، به این سوال جواب دادیم. تیکشو بزنیم. تیک. مدت زمان مطالعه، زمان شروع، روال مطالعه. مدت زمان مطالعه من تقریبا یه 4 ماه سفت خوندم. یعنی از آبان شروع کردم، آبان، آذر، دی، بهمن، 4 ماه داشتم کلا. به این جواب دادم. زمان شروع گفتم. روال مطالعه اینجوری بود که آبان رو تست کردم. یعنی آبان اینجوری بودم که روزی 1 درس داشتم، 2 درس داشتم، 3 تا داشتم، 4 تا داشتم، صبح تا ظهر یه چیزو بخون، ظهر تا بعد از ظهر چیز بخون داشتم. ولی چیزی که بهش رسیدم در نهایت اوکی بودم باهاش شاید 2 تا درس تو روز بود. یعنی یه درس رو صبح تا ظهر میخوندم، یکی رو ظهر تا عصر میخوندم، شب هیچ کاری نمیکردم. چون من آدمیم که صبح تا ظهری خیلی قوی و خوب میتونم بخونم، ظهر تا عصری هم یکم دایورت بودم دیگه، شب کلا تعطیل میشد. این از این. هر درس چند ساعت؟ هر درس تقریبا میشه گفت من اگه ساعت 6 شروع میکردم خوندن، یعنی اولین درس رو شروع میکردم، تقریبا ساعت حوالی 11 12 اینا تموم میشد اولیش. یعنی 6 تا 12 یه درس میخوندم، 2 شروع میکردم تا حالا عصر دوباره یه درس دیگه میخوندم. یعنی یه درسم مثلا 2 تا 6 4 ساعته بودی که 6 تا 12 6 ساعته. یه درس سبک، یه درس سنگین، مثلا مدار منطقی مثلا با چه میدونم شبکه مثلا اینجوری. چقدر تست چقدر درس؟ من خودم همه تستا رو تقریبا زدم. تو کتابایی که خوندم همه رو زدم تستاشو. تست کنکور اخیر رو زدم، تست کنکور آیتی رو هم زدم، فقط تست کنکور دکترا رو نزدم. ولی بخوام بگم چقدر تست چقدر درس، میگم درس بیشتر، خیلی بیشتر. چون سر جلسه کنکور قطعه به یقین تستی رو میبینی که تا حالا اصلا ندیدی. و این تست هم کم نیستم، ممکنه 2 تا 3 تا تست تو هر درس ببینی که تا حالا ندیدیش، اولین بار باش برخورد میکنی. و زیاد تست دادن گین خاصی نداره، درس خوندن خیلی بهش کردیت بیشتری میده. چقدر مرور من 2 تا استایل مرور داشتم. یه استایل اول هر درس بود، مثلا من خواستم چه میدونم مدار منطقی بخونم، میرفتم قبلی‌ها رو نگاه مینداختم، بعد شروع میکردم درس بخوندم. و یه مرور مثلا تلاش میکردم هفتگی داشته باشم، نداشتم. درست درمون با هم رو راست باشیم، نداشتم. ولی تلاش میکردم داشته باشم، داشته باشی بهتر. و تلاش هم این بود که بهمن ماه مرور کنم. ببین کلا فضا اینجوری بود واسه من، کتاب یه دور میخوندم تمام میشد، مثلا بقیه هم تلاش میکردم دور بخونم تمام شد. دور دوم، دور سوم، دور چهارم، دور پنجم انقدر مرور کرده بودم که دیگه مثلا اواخر یادمه شب کنکور فکر کنم صبح قبل از جلسه من صبح بیدار شدم،
سیستم عامل حقیقت از اول تا آخر دور خوندم، ورق زدم، همینجوری همه رو خوندن شاید نظریه واسه من مرور کردش این اواخر 100-200 طول میکشید. برم داشتم ورق می‌زدم می‌خوندم میرفتم جا. این مدلی مرور. چه درسی؟ نظریه. جواب دادم. نظریه رو خوندم، مدار منطقی رو خوندم، معماری و شلوسف بودم. ساختمان داده، الگوریتم، هوش، سیستم عامل و پایگاه داده. شبکه رو خوندم نزدم. اونقدر خوب نخونده بودم هیچی نزدم، ولی شبکه رو خوندم. اینم از این. ریاضی و آمار اینا رو هم نخوندم، زبانم نخوندم. منابع و رضایت آدم رضایتش. منابع که قربونش برم یه جایی هست اسم اهواز هکرز، اگه نمیدونید بدونید. همه ویدیوهای اساتید همش اونجا هست تا تقریبا خوبی. و خب بچه‌ها هم که ویدیو میگرفتن شاید بنظرم شکایت کنم بابت این قضیه، ولی خب بچه‌ها میرفتن ویدیو میگرفتن مثلا من جلسه یه سری وقت نگاه می‌کردم طرف چطوریه کلا یه حال کنم برام ببینم. دیگه جونم براتون بگه که ولی ویدیو کلا هر چی دیدم حال نکردم. یعنی چه جلسه دیدم، چه مثلا اونجا پکیج مثلا سال 97 طرف بود نگاه می‌کردم حال نمی‌کردم. کلا میخوام منابعی که خیلی باشون حال کردم و بگم. واسه یه نظریه کتاب شاپوری بود که طالب ویدیو منابع دارم ولی باز میگم. واسه مدار منطقی کتاب همون یوسفی بود. واسه معماری هم همینطور. بعد واسه ساختمان الگو من ویدیو دانشگاهی دیدم. گنج تابش دکتر، آبان دکتر و شریفی زارچی دکتر، اینا رو نگاه کردم. بعد برای هوش اشتباه استراتژیک من بود. منابع زیاد بود، ویدیو رایگان کف اینترنت بود، ویدیو چمنا پرلاک بود، ولی هوش خدایی میگم من با کتاب رفتم جلو و کتاب آسفالتم، کتاب راهیان ارشد آسفالتم کرد، باگ و بوگ و غلط خیلی زیاد داشت. بعد یک دوبار لاگین شدم رو اکانت یکی از دوستام تو پرلاک، چند جلسه از آقای انصاری دیدم، نکته تست و اینا بود. فوق‌العاده است، یعنی عالیه، یعنی چیزی انصاری واقعا یه دونه است. ایزن این که من کتاب راهیان ارشد رو میخوندم چون نمیفهمیدم، ویدیوی دکتر سلیمانی شریفم دیدم، بعد رفتم اون طرف. همین، من بابت استفاده از این منابع معذرت میخوام. خب همینجا بگم سیستم عامل حقیقت کتاب و شبکم حقیقت کتاب، ولی دیر شروع کردم، ببخشید بابت این صدایی که تولید کردم الان. شبکه حقیقت کتاب نمیشه. و پایگاه داده هم کیوانپور کتابش فوق‌العاده است، واقعا عالیه. منابعی که دیدم واسه بچه‌ها لاگین کردم دیدم و اینا، میگم که نبینید، به نظر من نبینید، آشغال اینا. بابان پایگاه داده سیستم هر چیزیش آشغاله، یعنی مدرساش کلا آشغاله. یه زبان خوب داره که اونم حالا باز بگذاریم. آتاشخال میگن، جزو آتاشخال، همین چه آتاشخال اینجا. هوشی گفتم که خوبه. بعد اگه اشتباه نکنم یه درفشه بود دیدم، یه دونه توی گروه آقای یوسفی بود دیدم، آدم جوونیه، هم درفشه است، یلمه درفشه، 2 نفر آشغالن. ساختمان الگو خود جناب آقای یوسفی ویدیوش بود، حالا ما دیدیم کف اینترنت، قدیمی بود، خیلی قدیمی بود. گنج تابش آبام شریفی زارچی. معماری مدار منطقی رو ببینید ویدیوهاش، همون متن کتاب فقط ویدیوه، هیچ چیزی متفاوتی وجود نداره. نظریه هم که ویدیو کاشفی رو دیدم، قدیمیاشو، وقتم رو ریختم تو سطل آشغال بود. این هم گفتم. جمع‌بندی. تایم جمع‌بندی چگونه گذشت؟ تایم جمع‌بندی اینجوری بود که من میشستم یه فصلی از کتاب مثلا سیستم عامل میخوندم، چون وسط خوندنم تست کم زده بودم، مثلا 1 درمیون زده بودم تست رو، 2 تا درمیون زده بودم تست رو، آخر میشستم همه رو میزدم.
یا پایگاه داده رو یا نظریه رو. یعنی اینجوری بود که بعد 3 راند خوندن، تقریبا 4 راند خوندن، تازه همه تستا جمع شده بود. این جمع‌بندی من بود. زیاد سعی می‌کردم اینجوری بخوام که تستا رو بزنم، دوباره برگردم تستا رو حل کنم، دور تستا دایره می‌کشیدم، تیک می‌زدم که تو چند دومین راند دارم اینو درست حل می‌کنم. سیستم جمع‌بندی اینجوری بود که تو روز فکر کنم 3 تا درس می‌خوندم تو جمع‌بندی و تقریبا 3 ساعت بود درس. سرش میام تا جایی که میتونم تست حل کنم، سوال حل کنم، رفع اشکال کنم. یعنی مباحث رو میدونستم چی ان، صرفا استفادهشون، این ابزار رو بلد بودم ولی استفادهش رو بلد نبودم زیاد. سعی می‌کردم تست بزنم. کنکورای 10 سال اخیرم کتاب مدرسان شریفو داشتم، تستاشو حل می‌کردم 10 سال اخیرشو. هر روز یه آزمون میزدم که برسم بهش و جمعش کنم. این روال جمع‌بندی من بود. فکر کنم که این نفری کتابی رو 2 3 بار خونده، هایلایت کرده جاهایی و نوت نوشته بالا پایین، کتاب تبدیل شده به یه چیزی که ورش داری 5 طرف پاره میشه. یه همچین کتابی رو دوباره ورق میزنه، میخونه، تستاشو حل میکنه. استایلی بود. این از این آزمایش مدرسان شریف. راضیم بودم. آزمایش سخت و آسون داشت، بالا پایینی داشت، ولی راضی بودم. رنج رود به که حدس می‌زدم به اون آوردم. افراد تاثیرگذار، این خیلی مهمه. اولا که یه سری آدم هستن که بهت انگیزه میدن بخون. یعنی مثلا واسه من اینجوری بود که یه سری آدم‌ها دلیل خوندنم بودن، به خاطر اونا شروع کردم خوندن، به خاطر چه می‌دونم خانواده، دایی، عمو، اینا، به خاطر اینا، به خاطر دوستم مثلا که بهم گفت تایم واسه استارتاپ هست بیا برو مثلا درس بخون، به خاطر اینا شروع کردم خوندن. یعنی مثلا من تابستون شهریور ماه هیچ اهمیتی به درس خوندن و هیچ اهمیتی به کنکور ارشد نمیدادم. این از این. در مورد اینکه چجوری هم در ادامه روند کیا برام تاثیرگذار بودن، دوستام که باشون شروع کردم با هم خوندن. این با هم خوندن هم خیلی مهمه. پارتنر مطالعاتی از همه چی مهمتره. از همه چی. یه روزی تو شلی، اون کمکت میکنه صفر شی، بشینی بخونی. یه روزی اون شله، تو باید کمکش کنی. یه سوال برات پیش اومد، ازش میپرسی، چون خیلی وقتا پیش میاد یه تستی رو حس میکنی غلطه، حس میکنی نفهمیدی مطلب، حس میکنی کتاب اشتباه نوشته، بعد بپرسی نفر برات جاش بندازه. اینم از این. به شدت مهم. یه گروه 3 نفره داشتیم که یکیمون کنکور برق داشت میداد، 2 نفر کامپیوتر. من اینجا، اون بنده خدا نرم افزار خواجه نصیره، صرفتم علاقش و دانشگاهی که به نظر من خودش با فضاش اوکیه، فضاشو، این فضای دانشگاهشو خودش خیلی دوست داره و منم اینجا اوکی، جایم که دوستش دارم و اولویت اولم بود. و اون دوستانم که برق میخوند رفت برق صنعتی اصفهان، مخابرات سیستم، دومین دانشگاه واسه مخابرات سیستم ایران. اونم جای خوبی رفتم. خلاصه که اینا خیلی مهمن. یعنی آدمایی که باشون درس میخونی و در ارتباطی خیلی خیلی مهمن. سعی کنید تو گروه‌های کنکوری باشید، با رفیقاتون کنکور بدید. شما در آینده میای سر کلاس میشینی، 10-15 نفر دیگه هستن، حداقل تا 20 نفر دیگه. چه بهتر رفیقت کنارت باشه. صندلی بنز کافی هست، رفیقت رقیبت نیست قطعا. و همین. این هم جواب سوال این مصاحبه. امیدوارم که لذت ببرید، استفاده کنید. هرچند دیره ولی خب بالاخره بهش جواب دادم. فعلا خداحافظ.